سلام و درود خدمت نازنینان و بینندگان عزیز، انشالله خوب صحتمند باشین. دوستان نهایت گرامی، ما در منطقه کارت 4 شهر کابل حوزه سیوم امنیتی هستیم. اگر برایم در سرک و از اون طرف سرک بریم یکم بار کمتر است و همچنان همینطور ویو یا نمای خوبتر هم داشته باشیم. در موتر سعی کنین در کجا استاد که خب جای دیگه هم داشتی. به هر صورت دوستان عزیز، قسمه که همایتان میفهمین محله کارت 4 یکی از محلات مرکزی شهر کابل است که زیادتر مردمان پولدار و بالا رده کابل در این منطقه زندگی میکنن. بریم به طرف آیسلند دوستان عزیز، جایی که نام رستوران شما آیسلند است و همون طرف هم آیسلند است، بخاطر که این طرف سایه است فرق از آیسلند نداره. قیاسی سنتر هم میبینین در این طرف دوستان عزیز. حالا عروسی ماریوت. بعض نام ها بسیار جالب است، مثل ماریوت معنی خاصا فکر نکنم داشته باشه. ماریوت خب هرچی کس مهم نیست، برای ما ادامه بدیم. این طرف هم تالار عروسی ستایش یا ستایش کانتیننتال و روبروی ما همونطور که زمین دور معلوم میشه چهار راهی پل سرخ. قیاسی سنتر سرد است دوستان عزیز، هوا سرد است، بسیار زیادم سرد است. این طرف هم دوستان عزیز پارک آبی کابل. دوستان عزیز خاطراتتون رو برای ما بگوین از حوزه بازی که رفتین، از محله کارت 4 یا از هر جایی که هست. مردم دوست دارن که بخوانن، ما هم دوست داریم بخوانیم و بدانیم. جایی هست محله کارت 4 که همه ما خاطره داریم، فکر نکنم افغان باشه و در این محله نامده باشه، چرا که یک محله بیربار و یک محله هست که مرکزی زیاد دوستان عزیز، خصوصا می چهارراهی پل سرخ. همگی تان آمدین، من مطمئن هستم، کسایی که البته در افغانستان زندگی کردن، یا شاید استثناءات هم باشه، اما احتمال 90% که 90% مردم آمدن. خب خاطراتتون رو بنویسین. محترم به دست میره. من دوستان عزیز وقتی که از خنک حرف میزنم من یعنی به قسم یخ گرفته جاده ها را. این طرف هم قصر عروسی تاج کابل از دوستان عزیز و حوض آببازی و جیم وی آی پی.
خب دوستان نهایت عزیز نزدیک شدیم به پل سرخ کابل. انشالله که از ویدیو خوشتان آمده باشه، از ویدیو لذت برده باشین، ویدیو را دوست داشته باشین. شما را دعوت میکنم که کانال را سابسکرایب کنین، ویدیو را لایک کنین و همچنان نظراتتون رو برای ما در بخش کامنت ها بنویسین، خاطراتتان و هر چیز دیگه که هست. چیز زیاد نمیمونه، میام یک ویدیو از محله کارت 4 کابل. تا دیدار بعدی همه تان به الله متعال میسپارم. روزگار خوب و خوش داشته باشین.